ولی حتی مثلا تصویرسازی میکردم که وقتی میبرمشون همون چجوری باید بشورمشون، اول چجوری کیو ببرم، چی کار کنم، چون اینو میدونستم که تنها. و یه کار دیگه که کردم این بود که شروع کردم از توی گوگل آموزش شماره دوزی رو یاد گرفتم. اصلا وسایلش رو خریدم و همون موقع شروع کردم شماره دوزی کرد. اولین چیزی هم که درست کردم I love mom بود برای مامانم، به خاطر اینکه اون موقع از که آدم میفهمه که مادر شدن یعنی چی، چقدر حس متناقضی توش وجود داره، چقدر توش در حالی که خوشحالی خیلی داره ها، ولی خیلی وقتا حس نخواستن هم توش وجود داره و این نخواستن رو هیچ کس نمیفهمه که توش چقدر خواستن هست.